سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. الو. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ آقای انصاری، من نوکر شما هستم از ایران، یک شیعه ایرانی. بفرمایید برادر عزیز شیعه. بنده در تاریخ 22/6/1393 برای شما دلگفته های شما پیامی ضبط و پخش شد از شبکه مبارک وصال حق. خاطرتون هست؟ بله بفرمایید. درد دل من گوش بده آقای انصاری. بفرمایید. درود، من گفتم درود بر بحر معرفت دریای علم و حدیث مولانا عبدالقدوس دهقان. درود بر انصاری بتشکن، بتشکن زمان انصاری. به داد ما انصاری. بله. انصاری ما دین نداریم، انصاری ما بیشتین شدیم. الله المستعان، الله المستعان. انصاری ما دین اسلام و دین برحق بود، ما بی دین شدیم، کافر شدیم. دین ما تشکیل شد از 165,000 امامزاده. از ما برای شفا به آثار نامقدسان شخصی به نام علیرضا باید داریم و ما طلب بر گردن خود ببندیم و اون بدبخت بیچاره فلکزنهی که طلاهای خدا دارن به آقای تبسی در حرم نامقدس میاندازد. بیننده گرامی، برادر عزیز اگر یک کمی آرومتر صحبت کنید که صداتون واضح باشه. من دوست دارم کلمات گوهربار شما را بینندگان بشنون و متوجه بشن. بفرمایید. الله سبحانه و تعالی این اشک‌های پاک شما را در میزان حسناتتون قرار بده در روز قیامت. آقا تو خدا سپاس، من هر موقع من زنگ میزنم من با مکافات شما تلفن شما رو میگیرم. الان صدا خوبه؟ واضحه؟ بله الان واضح است. بفرمایید. دیگه صدایی نمونده، صدایی که همش دروغ و تلبیس میاد بیرون. حرفای گوشهای ما پر از حرفای کثافت این آخوندهای بی شرف پس. ارزند آقا من بچه که بودم از 8 سالگی با خودم فکر کردم، گفتم خدایا این چه وضعیه که ما یک 2 تا چوبو گوش میدید. بله چون من شادم هر موقع تمام شد با تلفن خونه تماس میگیرم اگه بشه. از هیچی هم ترس ندارم آقا انصاری، از هیچی وحشت دارم. یه خدایی دارم و محمد رو دارم. خداوند محمد همیشه مواظب من بوده. گفتم چرا ما میایم اینجا چوب لباس برتن میکنیم و میگیم عمر آتش میزنیم و بهش میگن مراسم عمر کجا؟ الله المستعان. و امیرالمومنین عمر از همون موقع من اعتقاد داشتم، ولی من شیعه، اجداد من شیعه صفوی، اون صفوی کثافت، اون مولا محمد باقر مجلسی با اون مغز سفلیسیش، با اون کتاب بهار و رمارش، با اون کتاب اصول کافی، با اون کتاب فلان، با اون دین عبدالله ابن سبع یهودی. شما مطالعه فرمایید ابن تیمیه چه فرموده، امام بخاری رو بخونید. من وقتی که پای صحبت تلویزیون شما میشینم، وقتی مولانا عبدالقدوس صحبت میکنن آقا موهای برنو از سیغ میدونه میترسم از اون دنیای برکت ترسم. واقعا برادر گرامی احساسات شما قابل قدر است و کسی که این وضعیت رو دیده باشه. شما آقای انصاری میگه جای، میگه ای مگس، ای قزوینی، ای کثافت، ای آشغال، ای خود فروخته. میگن آقا انصاری انسان ها 2 گونه‌اند، آن کس که خود را فروخت و در بند کرد و آن کس که خود را خرید و آزاد کرد. ای کثافت آشغال، ای قزوینی لعنتی،
عرصه سیمرغ نه جولانگر توست. عرض خود میبری و زحمت مصطفی عبدالقدوس میفرمایید. من میخوام از اینجا دست مبارک ایشان را ببوسم. درست شما با پرست نیستید، درست شما انسان‌های بزرگتون مثل این کسافت‌ها آیت الله و حجت الاسلام و سقف الاسلام و حضرت دعوات و زله و حرفا نمیدید. ولیکن ما در جهان اسلام سنت رسول، در جهان اسلامی که همه گیر خواهد شد زمانی و دین سنت رسول الله و همین و صحابه بزرگ محمد و من به خنده‌دار جالب جناب انصاری با این سن و سال با این سواد اندک نمیفهمیدن یار غار یعنی چه. ای محمد انصاری نمیفهمیدن یار غار. من فکرم به اصطلاح خنده‌دار میگن آقا یار غاره یا یار حمامه گلستان فلانه. بعد فهمیدن که وقتی محمد عزیز در غار ها پناه گشته و عنکبوت آورده کسی جز ابوبکر صدیق در کنار او نبود. من تشکر میکنم از شما برادر عزیز و بزرگوار. امیدوارم که الله سبحانه و تعالی شما رو در این راه ثابت قدم بداره. آقای انصاری اجازه خدا رضی کنم چون حالم خوب نیست. بحث شما رو میگم آقای انصاری اجازه بدید خدا رضی بفرمام. حضرتتان تشکر از شما. الله متعال حفظتون کنه. الله متعال سعادت داره نصیبتون کنه و در این راه شما رو ثابت قدم بداره. یه مقدار آقای انصاری دلم خورن. آقای انصاری کدوم راه؟ من دینی ندارم که من نه شیعه هستم نه لیاقت سنی بودن را. ببینید برادر بزرگوار الله سبحانه و تعالی در مورد بندگانی که گناه کردن و در گناه اسراف کردن، اسرفوا علی انفسهم، در مورد اینا چی میگه؟ میگه لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خداوند همه گناه ها رو میبخشه، از رحمت الله سبحانه و تعالی ناامید نباشید. ای فراد بشم، ای قربون صورت نورانی ماه دارم دیگه تمام بشه تمام کنم. تشکر از شما. تماس برادر، تشکر از تماس شما. صحبت دیگه خیلی متشکرم آقا عزیز. زنده باشید. آقا عزیز خیلی سخت شمارتون رو میتونم بگیرم. زنده باشید. الله متعال حفظتون کنه. تراکم تماس هست، ما هم از شما عذر میخوایم. اگر که انشالله امکانش بود میتونید از طریق پیامگیر پیاماتون رو بذارید و ما انشالله در شبکه پخش خواهیم کرد. بس من رو پیامگیر دلگفته ها خاطرتون باشه. پیام مرا با صوت من صوت زیبا نازیبایی است. آقا انصاری با قوی ترین بلندگوهای جهان پیام مرا خواهشمند است هی پخش کنید. هی پخش کنید. تشکر از شما. تشکر از شما برادر عزیز. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. خدا